پدر، شما به من گفته بودی وقتی 118 سالم شد میتونم از این قلعه برم بیرون و دنیا رو ببینم. مرد و قولش، الانم 118 سالم شده دیگه. ولی دخترم تو خیلی کوچولویی. ولی پدر من، عزیز من، همه کس من، شما به من نگفتی وقتی 118 سالت شد میتونی بری بیرون؟ گفتی یا نگفتی؟ تق صبح بخیر کوچولولوی بابا، تولدت مبارک. کجایی تو؟ پدر، باید باهات صحبت کنم راجع به یه مسئله خیلی مهمه. میدونم میخوای دنیا رو ببینی، خب میتونی بری. آها، میدونستم میخوای اینو بهم بگی. ببین پدر من، این همه نصیحت و پند و اندرز کردی که قلعه و لولو بودنمون باید واسه همه یه راز بمونه. باشه درسته، ولی من میگم ها چی؟ وای دستت درد نکنه قربونت برم.